هنر رندانه‌ای به چپ گرفتن. قسمت 16. واکنش به تراژدی. بعضی از اتفاقات خیلی وحشتناک و شدیدن. خیلی از آدم‌ها میتونن در مورد مشکلات مربوط به محیط کار مسئولیت پذیر بشن. یا وقتی به جای بازی کردن با بچه‌ها ساعت‌ها پای تلویزیون میشینن، به رفتارشون فکر کنن و به مسئولیت پذیری سلامی دوباره بدن. ولی وقتی حرف از تراژدی‌های وحشتناک میاد وسط، اونا ترمز اضطراری قطار مسئولیت پذیری رو میکشن و وقتی نگهداشت پیاده میشن. بعضی چیزها زیادی براشون دردناکه و نمیتونن مسئولیتش رو بپذیرن. ولی بهش فکر کن، شدت رخداد حقیقت ذاتی ماجرا رو تغییر نمیده. اگه یه موتوری وسط خیابون کیف شما رو بزنه، خب قطعاً تقصیر شما نبوده. هیچ کس دوست نداره تو همچین شرایطی قرار بگیره، ولی درست مثل بچه‌ای که دم در خونتون گذاشته بودن، فوراً مسئولیت این وضعیت مرگ و زندگی به شما نازل میشه. آیا باشون دعوا میکنین؟ دچار حمله عصبی میشین یا خشکتون میزنه؟ به پلیس زنگ میزنین یا سعی میکنین همه چی رو فراموش کنین و وانمود کنین که هیچ اتفاقی نیفتاده؟ همه اینها انتخاب‌ها و واکنش‌هایی که شما مسئول انتخابش هستین. شما خفت شدن رو انتخاب نکردین، ولی با این وجود مسئولیت شماست که پیامدهای عاطفی، روانی و قانونی این تجربه رو مدیریت کنید. تو سال 2008 طالبان کنترل دره سوات، یکی از نقاط دورافتاده شمال شرقی پاکستان رو در دست گرفت. اونا خیلی زود قوانین افراطگرای اسلامی رو تحمیل کردن. تلویزیون ممنوع، فیلم ممنوع، هیچ خانومی بدون همراه مرد نباید بیرون باشه و هیچ دختری نباید به مدرسه بره. تو سال 2009 یک دختر بچه 11 ساله به اسم ملاله شروع کرد به مقابله با این ممنوعیت تحصیلی. کماکان به مدرسه محلشون میرفت، با وجود اینکه میدونست با این کار هم جون خودش و هم جون پدرش رو به خطر میندازه. حتی تو شهرهای مجاور به کنفرانس ها هم میرفت. تو اینترنت هم مقاله‌ای منتشر کرد تحت عنوان اینکه طالبان چطور جرأت میکنه حق تحصیل رو از من بگیره. تو سال 2012 وقتی که 14 سالش بود، یک روز که سوار اتوبوس مدرسه بود و داشت به خونه برمیگشت، یک سرباز طالبان که صورتش رو پوشونده بود اتوبوس رو متوقف کرد. سوار شد و پرسید ملاله کدومتونه؟ یا به هم میگین یا همتون رو میکشم. ملاله خودش رو نشون داد که در نوع خودش یک انتخاب حیرت آور بود. اون سرباز درست جلوی چشم همه سرنشینای اتوبوس یک گلوله تو سر ملاله خالی کرد. ملاله رفت تو کما و تقریباً تموم کرد. طالبان اعلام کرد که اگه ملاله از این حادثه جون سالم به در ببره، هم خودش و هم پدرش رو خواهند کشت. امروز ملاله زنده است. هنوز هم علیه خشونت و سرکوب زنان تو کشورهای اسلامی فعالیت مدنی میکنه و مؤلف یک کتاب بسیار پرفروشه. تو سال 2014 به خاطر زحمتایی که کشیده جایزه نوبل گرفت. انگار گلوله‌ای که به سرش شلیک شد فقط مخاطبای بیشتر و شجاعت بیشتری بهش داد. میتونست خیلی راحت بشینه و بگه من کاری نمیتونم بکنم یا انتخابی ندارم. ولی اگه این کار رو میکرد به طرز متناقضی باز هم انتخاب خودش بوده، ولی برعکسش رو انتخاب کرد. چند سال پیش در مورد برخی از موضوعات این کتاب توی وبلاگم نوشته بودم و یه نفر برام کامنت گذاشت. بهم گفت که سطحی و ناپختم و درک درستی از مشکلات زندگی و مسئولیت انسان‌ها ندارم. گفت که پسرش رو توی تصادف رانندگی از دست داده و من رو متهم کرد به اینکه در مورد درد واقعی چیزی نمیدونم و من رو یک عوضی خطاب کرد، چون بهش گفته بودم که خودش مسئول دردیه که به خاطر مرگ پسرش متحمل شده. واضحه که این مرد دردی رو چشیده که خیلی از آدم‌ها هیچ وقت تو زندگی باش مواجه نمیشن. انتخاب اون نبود که پسرش از دنیا رفت و تقصیرش هم نبود. مسئولیت مدیریت کردن این زخم بهش واگذار شده بود، اگرچه کاملا ناخواسته بود.
ولی با این وجود خودش مسئول عواطف، باورها و کارهاش بود. اینکه چجوری به مرگ پسرش واکنش نشون بده انتخاب خودش بود. درد از هر نوعی که باشه برای هممون اجتناب ناپذیره. ولی این ماییم که انتخاب میکنیم چه معنایی برامون داشته باشه. حتی این ادعا که توی این قضیه انتخابی نداره و فقط میخواست پسرش برگرده داشت انتخاب میکرد. و این یکی از هزاران روش استفاده از اون درد بود. البته که من هیچ کدوم از این حرفا رو بهش نزدم. خیلی مشغول و وحشت زده بودن و فکر کردن در مورد این بودم که خب آره شاید واقعا مخم تاب برداشته و هیچ ایده‌ای ندارم که دارم در مورد چی حرف میزنم. این ریسک تو مسیر شغلی که من انتخاب کردم متداوله. مشکلیه که من انتخابش کردم. مشکلیه که من مسئول رسیدگی بهش بودم. اولش حال گوهی داشتم. ولی بعد از چند دقیقه عصبانی شدم و به خودم گفتم اعتراض این مرد ربط چندانی به حرفی که من زدم نداره. و اصلا گوره باباش. فقط چون بچه‌ای ندارم که مرده دلیل نمیشه که دردهای وحشتناکی رو تو زندگی تجربه نکرده باشم. بعدش اومدم و توصیه خودم رو اجرا کردم. مشکلم رو انتخاب کردم. میتونستم سر این مرد داد بزنم و باهاش وارد بحث بشم و سعی کنم با ذکر دردهایی که کشیدم نشون بدم که بیشتر از اون درد کشیدم. کاری که بچگانه است. فقط باعث میشه جفتمون احمق و بی‌عاطفه جلوه کنیم. یا میتونستم مشکل بهتری رو انتخاب کنم. تمرین کنم که صبورتر باشم. خواننده هام رو بهتر درک کنم و هر وقت که خواستم در مورد درد و روان زخم‌ها بنویسم به اون مرد فکر کنم. و این چیزیه که از اون به بعد سعی کردم سرلوحه کارم قرار بدم. جواب کوتاهی براش نوشتم با این مضمون که غم آخرتون باشه و گفتگو رو همونجا تموم کردم. خب تو این شرایط چی میتونستم بگم واقعا؟ تو سال 2013 BBC 10-12 تا بچه که اختلال وسواس فکری یا OCD داشتن رو دور هم جمع کرد و همزمان که داشتن دوره‌های درمانی جدی رو میگذروندن اونا رو دنبال کرد. هدف از این تراپی‌ها این بود که به این بچه‌ها کمک کنه بر سیل افکار ناخواسته و رفتارهای تکرار شونده‌شون غلبه کنن. یکی از اون بچه‌ها ایموجین بود. یک دختر 17 ساله که نیاز وسواس‌گونه‌ای داشت به این که از بغل هر چیزی که رد میشه با دستش یه ضربه نوک انگشتی بهش بزنه. و اگه این کار رو نمی‌کرد افکار وحشتناکی میومد سراغش که همه اعضای خانواده‌اش دارن میمیرن. اسم یکی دیگه‌شون جاش بود. پسری که هر کاری می‌کرد باید با راست و چپ بدنش انجام میداد. با دست راست و چپ با آدم‌ها دست میداد. تو غذا خوردن باید از هر دو تا دستش استفاده میکرد. جفت‌هاش از هر دری رد میشد و غیره. اگه نمیتونست دو سمت بدنش رو قرینه کنه، حمله‌های عصبی شدیدی میومد سراغش. و آخرین نفر اسمش جک بود. یک میکروب هراس کلاسیک که بدون دستکش از خونه بیرون نمیرفت. قبل از نوشیدن هر آبی باید اونو اول میجوشوند و غذایی که خودش تمیز یا طبخ نکرده بود رو نمیخورد. OCD یک اختلال عصبی و ژنتیکیه که قابل درمان نیست. تو بهترین حالت میشه مدیریتش کرد و همونطور که در ادامه خواهیم دید مدیریت اختلال به مدیریت ارزش‌های فرد برمیگرده. اولین چیزی که روان درمانگرهای این پروژه به بچه‌ها میگن اینه که نقص‌ها و کاستی‌های تمایلات وسواسیشون رو بپذیرن. و این یعنی مثلا ایموجین مورد حمله افکار وحشتناک مرگ خانواده‌اش قرار میگیره. باید بپذیره که واقعا خانواده‌اش ممکنه بیفتن و بمیرن و اون کاری در این مورد نمیتونه بکنه. و مرگ یک حقیقت اجتناب ناپذیره. در واقع بهش میگن هر چیزی که براش اتفاق بیفته تقصیر اون نیست. جاش مجبور بپذیره که تو بلند مدت قرینه سازی همه رفتاراش و تلاش برای متقارن کردن اعضای بدنش زندگیش رو بیشتر از اون حملات عصبی گاه و بیگاه به گاه میده. و به جک یادآوری میکنن که صرف نظر از همه تلاشایی که برای تمیزی میکنه میکروب‌ها همه جا هستن و اون رو آلوده میکنن.
هدف این بود که به بچه‌ها بفهمونن ارزش‌هاشون منطقی نیست و در واقع حتی ارزش‌هاشون مال خودشون نیست، مال اختلالشونه. و اینکه با ارضا کردن این ارزش‌های غیر منطقی دارن به عملکردشون تو زندگی گند میزنن. قدم بعدی اینه که بچه‌ها رو تشویق کنن ارزش‌های مهمتری از ارزش‌های OCD انتخاب کنن و روی اونها تمرکز کنن. برای جاش این یعنی دیگه مجبور نباشه به امید داشتن یک زندگی نرمال تو جامعه همیشه اختلالش رو از خانواده و دوستاش مخفی کنه. برای ایموجن یعنی افکار و احساساتش رو کنترل کنه و دوباره خوشحال باشه. و برای جک این یعنی بتونه مدت زمان زیادی از خونش بیرون بمونه بدون اینکه ماجراهای دردناک روانخراشی رو تجربه کنه. حالا که این ارزش جدید تو مرکزیت توجه بچه‌ها قرار گرفته، تمرینات سخت حساسیت زدایی شروع شده بود تا ارزش‌های جدیدشون رو زندگی کنن. این تمرین‌ها حمله‌های عصبی زیادی به دنبال داشت. اشکای زیادی ریخته شد. جک به ردیفی از اشیای زبون بسته مشت میزد و بعد دستش رو میشست. ولی اواخر این فیلم مستند میبینیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده بود. ایموجن دیگه از بغل هر چیزی که رد میشد بهش ضربه نمیزد. میگه هنوز هم هیولاهایی پس ذهنم هستن و احتمالاً تا ابد میمونن، ولی الان سر و صداشون آرومتر شده. جاش میتونه دوره‌های 25 دقیقه‌ای تا نیم ساعته رو بدون قرینه‌سازی رفتاراش طی کنه و جک که بیشترین بهبود رو از خودش نشون داده میتونه بره بیرون و تو رستوران از بطری‌ها و لیوان‌ها آب بخوره بدون اینکه قبلش اونها رو بشوره یا آب رو بجوشونه. جک چیزایی که یاد گرفته رو اینجوری خلاصه میکنه: من این زندگی رو انتخاب نکردم. من این وضعیت خیلی وحشتناک رو انتخاب نکردم، ولی باید انتخاب کنم که چجوری باهاش زندگی کنم. مجبورم انتخاب کنم که چجوری باهاش زندگی کنم. خیلی از آدم‌ها با نقص‌های مادرزادیشون چه OCD باشه، چه قد کوتاه یا یه چیز خیلی متفاوت، جوری رفتار میکنن که انگار از یک موهبت خیلی با ارزش محروم شدن. حس میکنن در اون مورد کاری نمیتونن بکنن. در نتیجه از پذیرش مسئولیت وضعیتشون شونه خالی میکنن. با خودشون فکر میکنن که من این ژن‌های تخمی رو انتخاب نکردم، پس اگه اوضاع تخمی پیش بره تقصیر من نیست. و خب درست میگن، تقصیر اونا نیست، ولی به هر حال مسئولیت اوناست. سالها پیش وقتی دانشجو بودم فانتزیم این بود که یک بازیکن حرفه‌ای پوکر بشم. پول خوبی بردم، خوش میگذشت، ولی بعد از حدود 1 سال بازی جدی ازش کشیدم بیرون. سبک زندگی شب زنده‌داری ها و خیره شدن به صفحه کامپیوتر، بردن هزاران دلار توی شب و باختن بیشتر همون پول تو شب بعد واسه من نبود. و البته سالمترین و با ثبات‌ترین روش برای ارتزاق زندگیم هم نبود. ولی دورانی که پوکر بازی می‌کردم تأثیر عمیقی روی دیدگاهم به زندگی داشت. زیبایی پوکر اینه که اگرچه شانس همیشه دخیله، ولی شانس نتایج بلند مدت بازی رو تعیین نمی‌کنه. ممکنه یه نفر کارتای بدی بهش بیفته و از کسی که کارتای خیلی خوبی داره ببره. البته اون کسی که کارتای خوبی داره احتمال برد بیشتری داره. ولی در نهایت چیزی که برنده رو تعیین می‌کنه انتخاب‌هایی که هر بازیکن تو خلال بازی انجام میده. زندگی رو هم همینطوری می‌بینم. و هممون کارتایی داده شده. بعضیامون نسبت به بقیه کارتای بهتری داریم و اگرچه خیلی آسونه که درگیر تخمی بودن کارتامون بشیم و حس کنیم بکار رفتیم، ولی بازی واقعی تو انتخاب‌هایی که با اون کارتا می‌کنیم نهفته است. تو ریسکایی که می‌کنیم و عواقبی که تصمیم می‌گیریم باهاشون زندگی کنیم. آدم‌هایی که تو موقعیت‌های مختلف بهترین تصمیم‌ها رو می‌گیرن، کسایی هستن که توی بازی پوکر یه سر و گردن از بقیه بالاتر قرار می‌گیرن. درست مثل زندگی. و این آدم‌ها لزوماً اونهایی نیستن که بهترین کارتا رو داشتن. افرادی هستن که به خاطر نقص‌های عصبی یا ژنتیکی از لحاظ روانی و عاطفی رنج می‌برن. ولی این قضیه چیزی رو عوض نمی‌کنه. البته که کارتای بدی نصیبشون شده و نمیشه اونا رو مقصر دونست.
همونطور که نمیشه اون مرد قد کوتاه که میخواست دوست دختر داشته باشه رو به خاطر قد کوتاهش مقصر دونست. ولی با این وجود خودشون مسئول این ماجرا هستن. انتخاب با خودشونه که مثلا دنبال یک روان درمانگر خوب بگردن و دوره‌های درمانی رو طی کنن یا اینکه هیچ کاری نکنن. کسایی هستن که تو دوران بچگی واقعا رنج کشیدن. کسایی هستن که مورد سوء استفاده ها، خشونت ها و رفتارهای بدتری قرار گرفتن. چه فیزیکی، چه عاطفی یا مالی. نمیشه اونا رو به خاطر مشکلات و نارسایی‌هاشون مقصر دونست. ولی مسئول چرا؟ اونا همیشه مسئولن که با وجود همه مشکلات به جلو حرکت کنن و تو هر شرایطی بهترین انتخاب‌های ممکن رو انجام بدن. بیا با هم رو راست باشیم. اگه قرار باشه همه آدم‌هایی که به نوعی نارسایی روانی دارن، همه آدم‌هایی که دارن با افسردگی و افکار خودکشی گرایانه دست و پنجه نرم می‌کنن، کسایی که محروم و مظلوم واقع شدن یا مورد سوء استفاده قرار گرفتن، کسایی که سوگوار مرگ عزیزی بودن و کسایی که از بیماری‌های جدی مثل تصادف یا آسیب‌های شدید روانی جون سالم به در بردن، همه اینا رو یه جا جمع کنی، مثلا قرار باشه همشون رو توی یک اتاق جا بدی، پس احتمالاً مجبور میشه همه آدم‌های دنیا رو جمع کنی. چون هیچ کسی نیست که تو مسیر زندگی چند تا زخم و زیلی روی تنش و روانش نداشته باشه. البته که بعضیا با مشکلات بدتری سر و کله زدن و بعضیا واقعا تو شرایط زشتی قربانی بودن، ولی این قضیه هر چقدر هم باعث ناراحتی و رنجش شما بشه، تو معادله مسئولیت چیزی رو عوض نمی‌کنه.